بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. چرا نشسته ای؟ من در روز روشن توان رودرویی با پدر را ندارم. باید تا غروب آفتاب صبر کنیم. شاید تاریکی قدری از زشتی سیرت ما را بپوشاند. در تاریکی نه ما چهره ماتم زده پدر را خواهیم دید و نه او چهره ریاکارانه و غم دروغین ما را مشاهده خواهد کرد. راست میگوید. رویارویی با پدر مشکل است.
این پیراهن را که همین گونه نمیتوانیم با خود نزد پدر ببریم. او نمیپرسد اگر گرگ یوسف را دریده پس خونه این پیراهن کجاست؟ جای نگرانی نیست. هنوز دیر نکردن. آنها همیشه در روشنایی و پیش از غروب آفتاب باز می‌گشتند. امروز دیر کردند. حتما با یوسف به بازی و تفریح مشغول شده و گذر زمان را فراموش کردن. یهودا، یوسف کو؟ کجاست؟ ساکت شوید. یهودا، شمعون، روبین، با شما هستم. ساکت شوید. پدر وای به روزتان اگر بلایی بر سر پدر بیاد. پدر چه شده لاوی؟ چه شده یهودا؟ یوسف کجاست؟ چه شده لاوی؟ یوسف چه شده؟ چرا سخن نمیگویی؟ خدا غم ما کمتر از غم شما و پدر نیست. ای کاش می‌بردیم و نزد شما باز نمیگشتیم. حرف بزن. تحمل شنیدنش دلی از سنگ میخواهد. آخر چگونه میتوان گفت؟ من تحمل شنیدن هر گونه خبری را دارم،
بگویید چه شده؟ چه بلایی بر سر یوسف من آمده؟ من و برادرانم نیز دقیقا نمیدانیم چه رخ داده، چون هنگام فاجعه آنجا نبودیم. ما مشغول تفریح و بازی بودیم، غافل از بعد مکان و گذر زمان. یک وقت خود آمدیم، روز سپری شده بود و ما از یوسف دور شده بودیم. چون یوسف را توانایی دویدن و بازی کردن با ما نبود، او را نزد لباس اساس خود گذاشتیم. به سرعت به سوی یوسف بازگشتیم، ولی اثری از یوسف نیامد. لباس و اساس بود، اما یوسف نبود. فقط پیراهن خونین او را یافتم. آه یوسف! آیا هیچ عضوی از یوسف من بر جای نمانده تا بر آن گریه کند یا او را در گور نهاده به یادگار مزاری بر آن بنا کنم؟ بسیار گشتی، اما به جز این پیراهن اثری از او نیافتی. گرگان وجود نازنین را از هم دریده بود. آری به خدا این پیراهن یوسف من است. بوی او را میشنوم. چه بر سرت آوردن؟ نگران نباشید. جواب خواهرم رو چه بدهنده بود؟ او فرزندانش را به من سپرده بود. نفرین بر آن گرگ‌هایی که تو را دریدم. نام تو را چگونه تحمل کنم؟ آیا در هنگام حمله گرگ به یوسف همین پیراهن بر تنش بود؟ آره. گرگی که یوسف مرا دریده چه گرگ مهربانی بوده. تنش را دریده اما پیراهنش را ندریده. تعبیر خوابی است که نبی خدا دیدند. خوابی که در آن 10 گرگ می‌خواستند به کودکی آسیب بزنند. نه یوسف من از گرگ آسیب ندیده. گواه من این پیراهن است. یهودا، اگر یوسف را گرگ دریده چرا پیراهنش را ندریده؟ این پیراهن چرا سالم است؟ ما تا به حال متوجه این مطلب نشده بودیم. عجیب است مادر، این پیراهن چرا سالم است؟ راست میگویید، این چگونه ممکن است؟ چه اتفاقی افتاده شمعون؟ حقیقت چیست؟ ما هم نمیدانیم. واقعا حیرت آور است. نمیدانم چه اتفاقی افتاده و با فرزند من چه کرده اید، اما به یقین آنچه رخ داده اطاعت فرمان نفس بوده و همین نفس این عمل شما را نزد شما نیک جلوه داده است.
بیشک در این حادثه شیطان یاریتان کرده. ما هم مثل شما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده. این که تقصیر ما نیست. شما در امانت خیانت کردید. باید از او چون جانتان نگهداری میکردید. همین امشب بروید، یوسف را بیابید و بیاورید. ما بسیار گشتیم اما اثری نیافتیم. کجا را بگردیم؟ همان که گفتم، همین امشب باید او را پیدا کنید. بروید. باید برای پیدا کردن یوسف تدبیری اندیشید. دیدید چه مصیبتی به بار آوردید فرزندان اسرائیل؟ تو نگذاشتی. اگر یوسف را کشتازی از او آورده بودیم این قایله تمام شده بود. هنوز هم دیر نشده. اکنون میتوانیم این کار را بکنیم. تا همینجا نیز بیهوده با شما همراهی کردم. اگر دست از با خطا کنین یقین بدانید همه چیز را برملا خواهم کرد. بسیار خوب، بسیار خوب. تو بگو چه کنیم؟ میبینی که پدر باور نمیکنه. خب معلوم است پدر به این صورت فریب نمیخورد. فکر کشتن یوسف را از سر بیرون کنید. بروید باز هم تلاش کنید و قدری دروغ و دغل سرهم کنید. شاید پدر باور کرد. سلام بر وارث ابراهیم خلیل. سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی. سلام بر وارث آدم. سلام بر وارث نوح نبی. سلام بر وارث ابراهیم خلیل. سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی. و سلام بر یوسف صدیق. سلام. تو کیستی؟ مأمور مراقبت و دلجویی از تو. پیک پروردگار یکتا هستم. مأمور مراقبت و دلجویی از تو. برادرانم مرا در چاه انداخته رفتن. آنها زجرم دادند و مظلومم کردند. میدانم، ولی به اذن خداوند جراحات تو التیام یافت. جراحات قلبم چگونه التیام خواهد یافت؟ آنها به من ستم کردند. تقاضای مجازاتشان را داری؟ نه، آنها برادران من هستند. اما چرا آنها این همه با من دشمنی کردند؟ من چه بدی با آنها کرده بودم؟ برادرانت بنیان بدی را گذاشتند. ستمی را که فرزندان اسرائیل با تو و پدرشان کردند، از این پس فرزندانشان با دیگر انبیا خواهند کرد. آنان انبیاء زیادی را رنج داده و بسیاری را خواهند کشت. هیچ پیامبری از شر آنان در امان نخواهد بود. من نگران آنانم. آنها باید توبه کنند.
در آینده نه چندان دور آنان را وادار به توبه خواهی کرد. تو بر برادرانت مسلط شده و ایشان را متنبه خواهی ساخت. مرا تنها نگذار. من اینجا خیلی میترسم. یوسف باید به سختی خو کند. فراموش نکن تا یوسف به قعر چاه نیفتد به اوج جلال و جاه پر نخواهد کشید. پدرم مرا مجری رسالت داد. زمان تحقق این وعده کی خواهد رسید؟ تو اینجا نه در قعر چاه که در ظل عنایت الهی. زمان تحقق آن وعده چندان دور نیست. آگاه باش یوسف که خداوند تو را بهر نبوت و بارگاه آفریده، نه بهر بند و چاه. آگاه باش یوسف که خداوند تو را بهر نبوت و بارگاه آفریده. پیک پروردگار یکتا، کجایی؟ میدانم که یوسف مرا گرگ نخورده، اما چه بلایی بر سرش آمده نمیدانم. به راستی که رزل و هزار چهره ایم، ریاکار و نیرنگ بازی. باز کن بدم. میدانم که سخنان ما را باور نمی‌کنی. ما به همه مقدسات و خداوند یگانه سوگند که ما حقیقت را به شما گفتیم. حقیقت. صبر زیباست و میدانم که در این مصیبت خداوند مرا یاری خواهد کرد، اما از امروز تا زمانی که از یوسف خبری نیابم شما را نخواهم بخشید. من دیگر نمیتوانم این حال پدر را تحمل کنم. میروم که یوسف را نجات داده و نزد او بیاورم. بازگشتن یوسف یعنی نفرین پدر، یعنی رسوایی، یعنی نابودی ابدی. تا میفهمی چه میگویی؟ ولی من تصمیم خود را گرفتم و شما هم نمیتوانید مانع من شوید. از شما بعید نیست. لازم شود پدر را هم میکشید، چه رسد به من؟ جناب یعقوب،
پدرتون کجاست؟ چه میخواهید؟ نمیخواهم شما را ببینم. ما مردم کنعان هستیم یا نبی الله یا کین هستم باز کنیم. درود خداوند بر یعقوب نبی. درود خداوند بر شما. برای دلجویی و همدردی با نبی خدا آمدیم. اگر از ما کمکی برمی آید دریغ نداری. هنوز نمیدانم یوسف من مرده است یا زنده. پسرانم میگویند گرگ او را خورده و این حقیقت ندارد. اگر بلای دیگر بر سرش آمده از آن بیخبر. نگران نباشید. اگر زنده باشد او را پیدا میکنیم. سنگ این بیابان را جستجو خواهیم کرد. مجبوری تا صبح صبر کنید. در روشنایی روز بهتر میتوان جستجو کرد. نه، تا صبح ممکن است دیر شود. جستجو را از همین امشب باید آغاز کرد. ولی ما همه جا رو جستجو کرده ایم. چراگاه را هم گشته اید؟ آری، جای آن را گشته ایم. همه جا را. ولی اثری از او پیدا نشد. باز هم میگردیم. تعداد من بیشتر از شاید اون پیدا شود. گویا شما تمایلی به جستجو ندارید. نه اگر میخواهید جستجو کنید. لباسهای مرا بیاور. از راه مکپیله به چراگاه میرویم. ما هم میاییم. نیازی نیست. شما همینجا بمانید. اگر یوسف را بیابند آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پدر تا ابد ما را نخواهد بخشید. بهتر از خودمان یوسف را نزد پدر بیاوریم و از او پوزش طلب نموده قائله را ختم کنیم. جانشینی پدر چه می شود؟ توجه و علاقه اون نسبت به ما چه می شود؟ پس از این حتی گوشه چشمی هم به ما نخواهد کرد. پدر همکنون هم هیچ توجهی به ما ندارد. این گذراست. چندی که گذشت یوسف را فراموش کرده توجهش به ما جلب می شود. اگر امشب او را بیابند چه؟ نمیابد. مگر فراموش کردی که ما یوسف را از چراگاه به جای دیگر بردیم؟ اینجا ایستادن بیفایده است. برویم در میان مردم باشیم.
پدر آمده. سلام بر نبی خدا. درود بر شما. ما چراگاه را جستجو کردیم، سنگ به سنگ و صخره به صخره، اما اثری نبود. یوسف. اما آثار حرکت گله را تا دشت چاهشور دیدیم. امروز آنجا را هم جستجو می‌کنیم. ما نیز اثری از او نیافتیم. کمی استراحت کنید، من هم با شما خواهم آمد. تردید ندارم که امروز یوسف را میابم. در آن صورت با پدر چه خواهید کرد؟ هنوز که نیافتم. بهتر است با آنها برویم و از نزدیک مراقب اوضاع باشیم. سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراهیم خلیل. دوست من کجا بودی؟ از دست یوسف نخوابیدم. یوسف بهتر است با قدری سختی صیقل یافته و به مرارت خو کنه. آیا یوسف باید در اینجا در قره چاه صیقل یافته و پرورش پیدا کند؟ یوسف دردانه برای بارور شدن ابتدا باید چون دانه در دل زمین پنهان شود و سپس رشد کرده از حصار خاک نجات یابد. یعنی من روزی از این چاه نجات خواهم یافت؟ نزدیک است. من آمدم که تو را مژده رهایی دهم. پدرم میگفت دنیا برای مؤمن همانند چاه تاریک است. پس برای تو تفاوت چندانی نکرده. بیرون و درون چاه یکیست. دلم برای پدرم تنگ شده. اگر از پدرت یعقوب جدایی، ولی اینجا با محبوب بی همتای. بیچاره پدرم، حال او چگونه است؟
چگونه است حال کسی که عزیز از دست داده؟ نزدیک است. من آمدم که تو را مژده رهایی دهم. یک چاه آب شور نزدیک آن درخت است. آنجا را جستجو نمی‌کنی؟ میدانم، ولی کسی گله را به سمت چاه آب شور نمیبرد. برم. هنوز به سوی چاه نرفتند. یوسف پاکسره قصد خواب ندارد. دیشب رو نخوابیدم. به شدت خوابم میآید. بخواب. اراده پروردگار یکتا چیز دیگری است یوسف. تو نباید بیدار باشی. اینک زمان بیداری تو نیست. آرام بخواب. ما که همه جا را گشتیم، داخل چاه را می‌گردیم. کودک است، شاید هنگام بازی درون آن افتاده باشد. یوسف! 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 خیلی عمیق است. داخل آن دیده نمی‌شود. اراده پروردگار یکتا چیز دیگری است یوسف. تو نباید بیدار باشی و به دامان پدر نباید باز گردی. شکر را نیافتند. یوسف چه شده؟ چرا پاسخی نداد؟ نکند وای به روزتان اگر بلایی بر سر یوسف آمده باشد. شما باید تقاص پس بدهید. چگونه؟ میتوانی بگویی؟ وقتی به خانه بازگشتیم خواهید دانست. مطمئنی که به خانه باز میگردی؟ از شما بعید نیست. کسانی که دستشان به خون یک برادر آلوده شده، به برادر دوم چرا آلوده نگردد؟ به برادر سوم و چهارم و در نهایت به خون پدر چرا نه؟ طوری سخن میگویی که گویا تو در این ماجرا اصلا دخالتی نداشته ای. وقتی به خانه رسیدیم به پدر بگو که نقشه دزدیدن یوسف کار که بود.
یوسف! 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 یوسف زنده است! صدایی شنیده می شود! یوسف! 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 لاوی تو هستی؟ آری چرا جواب نمیدادی؟ خواب بودم. چه میکنی؟ همنشین جانوران شدم. به تو آسیب نزدند؟ سالمی؟ حال من خوب است. فقط کمی گرسنه‌ام. بگیر مقداری برایت غذا آوردم. حال پدر چگونه است؟ خوب نیست. تصمیم به صبر گرفته ولی حال او خوب نیست. دعا کنید تا من نیز صبور باشم. نمیدانم چگونه غم دوری پدر را تحمل کنم. تا کنون لحظه ای از او دور نبودم. خداوند یعقوب نبی را حفظ کند. متاسفانه نتوانستیم از یوسف خبری بگیریم. او در منطقه کنعان نیست. اگر بود حتما او را می‌یافتیم. خداوند به شما جزای خیر داد. همین مقدار هم بیش از توان شما و دور از انتظار من بود. دعا کنید که خداوند یوسف را به من برگرداند. بچه ها آمدند اما از یوسف خبری نیست. برادرم نیامد. دیگر نخواهد آمد؟ اگر خداوند اراده کند خواهد آمد. فقط باید کمی صبر کنیم و انتظار بکشیم. خداوندا یعقوب را یاری کن.
خداوندا یعقوب را یاری کن. او تحمل دوری یوسف را ندارد.